اگه میخوای بدونی که الگوی رفتاری دی بالا داری به ویژگی‌های منحصر به فردی که نام میبرم خوب گوش بده. ببین در شما وجود داره. و 2 تکنیک عالی میخوام در انتها بهت بگم که اگر مخاطب دی داشتی در مذاکره شما برنده باشید. پس تا انتهای ویدیو با من باش. شما از اون دست افرادی هستی که در بین جمع بهترین هایی. شما استعداد داری و به شما کمک میکنه این استعداد که در هر زمینه‌ای که قرار بگیری به خوبی جهان بزرگی داشته باشی. با هوش زیاد و آگاهی عمیق خودت توانایی‌هاتو در هر مسئله ایجاد میکنی و با استفاده از خلاقیت و ابتکار به راحتی به راه حل‌های نو و منحصر به فرد دست پیدا میکنی. شما فردی هوشمند و متعهد و متمرکزی که همیشه به دنبال رشد و پیشرفت خودت هستی. از تحقیقات عمیق و بررسی دقیق همه جزئیات استفاده می‌کنی تا به بهترین نتیجه ها برسی و همیشه در جستجوی دانش و آگاهی جدید هستی. با اراده قوی و تفکر استراتژیک همیشه به سمت موفقیت میری. شما یه الگوی الهام بخش برای دیگران هستی و توانایی داری تا با تاثیرگذاری در اطرافیانت به دنیای بهتر کمک کنی. با استفاده از انگیزه بالا هر روز رو به عنوان یک فرصت جدید برای اهداف بیشتر و لذت بردن از زندگی بهره برداری میکنی. اما خصوصیات دیگرشون اینه که همیشه در صحبت‌هاشون من میگن. یکی از نشونه هاشون موقع صحبت کردن انگشتشونه. اصلاً از حرفشون کوتاه نمیان. زود عصبانی میشن. اینو بهتره بدونین که هیچ موقع آقایی که الگوی رفتاری دی بالا داره با خانومی که دی بالا داره نمیتونن با هم ازدواج کنن. چون در زندگی این یکی هم میگه من، اون یکی هم میگه من هرچی بگم درسته. افرادی بسیار موفق هستن اما همیشه استانداردش اینه که رنگ قرمز الگوی رفتاریشون رو تحت کنترل قرار بدن و بیارنش پایین. حالا 2 تکنیک بسیار عالی برای مذاکره با دیها بهت میگم. اول باید بدونی که مفهوم برد و باخت در مدل‌های رفتاری دی با بقیه الگوهای رفتاری متفاوته. دیها به معنای واقعی نمیخوان بازنده باشن. تمام تلاش خودشون رو و تمام جدیتشون رو به کار میگیرن تا برنده باشن. شاید بگی خب بقیه الگوها هم دوست دارن برنده باشن، نمیخوان که بازنده باشن، همه اینطورین. اما نه، دوز این مطلب در الگوی رفتاری دی بالا متفاوته و بسیار بالاتره. شاید بقیه الگوهای رفتاری کارهایی که خیلی معمولیه، خیلی واقعی نیست، شوخی، خنده است و یا تمرینه، توی این زمینه ها میگن ولش کن، حوصله داری، خیلی مهم نیست. اما دیها تو این مسئله های جزئی هم باید برنده باشن. حسشون اینجوریه که دوست دارن برنده باشن. دیها تمام تلاش خودشون رو انجام میدن که همیشه برنده باشن. حس برنده بودن رو داشته باشن. اعتراضات شدید، داد و فریاد یا هر کار دیگه‌ای که لازم باشه انجام میدن برای اینکه برنده باشن. به هیچ عنوان کوتاه نمیان. این بزرگوار رو یادتونه؟ مال منی. چه حرف تو خوابی شما. تک دل من بریدی. تک دل من بریدی. خشت بریدم. خشت من اینها. خشت. حالا خوبه. تک دل من بریدی. بیا اینجا میشه تا حالیت کنم بازی چه. حالی نمیخوام کنم. آقا سرباز دل کی انداخت؟ نکته جالبتر اینه که حتی اگر حق باهاشون نباشه
باز هم دوست ندارن باخت رو قبول کنن. اون زمان هم بازنده بودن رو قبول نمی کنن. پران کیشه؟ از خودت کیشتر بکردی ها. بله. مات. بله. باید بگی این یه فیلمه، یه شوخیه، اما ما توی دنیای واقعی هم خیلی آدم‌هایی رو داریم که به خاطر دی بالاشون باخت رو قبول نمی‌کنن. حالا ویدیومو لایک کن تا نکته جالبتری رو بهت بگم. دیها به خاطر همین عدم پذیرش باخت توی زندگیشون هم سعی میکنن نبازن و هی تلاش میکنن و باخت ها نمیتونه جلوی پیشرفتشون رو بگیره و معمولا آدم های موفقی هستن. خب حالا اگر مخاطب ما دی بود باید چیکار کنیم؟ راهکارش اینه که باید یه کاری بکنید توی مذاکره با دیها که اونها حس برنده شدن رو از شما بگیرن. باید حس کنن که برنده هستن. اگر تو مذاکرات یه کاری نکنی که این حس برنده شدن رو به دیها بدی و به دیها القا کنی، توی مذاکره کارتون سخت میشه و به خواسته هاتون نمیرسید. حالا برای این کار من 2 تکنیک خیلی عالی و درجه 1 بهتون میگم که اگه بتونی ازش استفاده کنی برای اینکه این حس برنده شدن رو به مخاطب دی خودتون بدی. تکنیک اول ساندویچ. این تکنیک میگه که اگه میخوای حرفی رو به نفری بزنی که خیلی خوشایندش نیست، میتونی اون حرف رو بین 2 جمله و 2 حرف خوب و خوشایند قرار بدی تا خیلی اون سنگینی و حس بدش رو احساس نکنی. در واقع نکته منفیتون رو باید بین 2 نکته مثبت به طرف بگی. مثلا میتونی به دانش آموزی که نمره ریاضیشو کم گرفته و دی بالایی داره اینطوری بهش بگی: محمد جان، تو دانش آموز خوب منضبطی هستی، اگرچه نمره ریاضی پایینی رو گرفتی و این اصلاً خوب نیست، اما توی بقیه درسات نمره خوبی کسب کردی و من مطمئنم که تو موفق میشی. یا میخوای به یه مدیری که دی بالایی داره بهش بگی که حقوقهای منو سر موقع بده و اینکه حقوقهایی رو که با تأخیر پرداخت میکنی برای من مشکل زاست. بهتره از این جمله استفاده کنی: آقای مدیر، من از اینکه همکار شما هستم خیلی خوشحالم. اینجا حس امنیت و آرامش بهم میده. محیط کاری من بسیار محیط خوبیه و هر چند مشکلاتی هم هست، مثلا اینکه حقوقها دیر پرداخت میشه و من هر ماه توی دردسر میافتم، اما به صورت کلی حضورم توی مجموعه شما برام خیلی جذابه و اینجا تجربیات خوبی رو دارم یاد میگیرم، مخصوصا اینکه شما توی خیلی از حوزه ها هوای منو داری و من با شما راحتم. جالب بود نه؟ ممنون میشم کانالمو سابسکرایب کنی و زنگوله رو هم بزنی که ویدیوهامو که میذارم خیلی زودتر ببینی. تکنیک دوم، تکنیک حق انتخاب. این تکنیک به ما یاد میده برای مخاطب دی خودمون 2 گزینه بذاریم و اون رو براش حق انتخاب قائل بشیم که بین این 2 گزینه یه دونش رو انتخاب کنه و این حس خیلی خوبی به دی میده که خودش انتخاب کرده. این حس میکنه که برنده شده. متاسفانه ما این تکنیک رو بلد نیستیم و در خیلی از ارتباطاتمون نمیتونیم با دیها اجرا کنیم. مثلا شما یه فروشنده هستی. اگر فروشنده هستی و مشتری دی داری،
بهتره به جای اینکه توصیه بهش بکنی که این محصول رو انتخاب کن، بیای بهش بگی که این 2 محصول رو داریم و وجود داره، هر کدوم رو تو میخوای انتخاب کن. حالا من میخوام گوشی بفروشم، یه گوشی سامسونگ و یه گوشی آیفون رو براش میارم و بهش میگم که اینم هست، اینم هست. حالا هر کدوم رو که شما خودتون صلاح میدونین و فکر میکنین براتون خوبه انتخاب کنید. این تکنیک میگه که هر دو انتخاب در فروش باید انتخابی باشه که برای ما سود داشته باشه. حتی اگه محصول شما تک محصولیه میتونین بهش خدمات اضافه کنین. مثلا میگم من اینو دارم معمولیشه، عادیشه 1,000,000 تومان. این یکی رو دارم با گارانتی 3 ماهه 1,200,000 تومان. حالا شما هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. با این کار اون انتخاب کرده و این حق انتخاب و حس برنده شدن رو بهش میدی. از این 2 تکنیک استفاده کنین برای ارتباط با مخاطب دی خودتون و نتایج شگفت‌انگیزش رو ببینید. حالا تجربیاتت رو درباره برد و باخت برای من بگو. چقدر برات مهمه که نبازی؟ آیا شده تا حالا بازی رو به هم بزنی؟ یا کسی رو دیدی که بازی رو به هم بزنه؟ توی کامنت ها منتظرت هستم. بیا اینجا تجربیاتت رو برای من و دوستانت به اشتراک بذار و سابسکرایب کردن رو یادت نره که در ویدیوی بعدی میخوام راجع به آیها و خصوصیاتشون با هم دیگه صحبت کنیم که شناخت این موضوع باز هم اول در شناخت خودت و بعد در شناخت اطرافیانت بهت خیلی کمک میکنه. دوستتون دارم و خدا نگهدار.